که خودم تجربه کردم و دیدم و مطمئنم بهش اینه که قطعا ایشون اون ماجرایی که میگن با حداقل عقل من جور در نمیاد. تنها چیزی که خیلی راجبش به قطعیت میتونم بگم، نه تنها من هیچ وقت از طرف نه همکارامون نه هیچ کدوم از کسانی که در پشت صحنه فعالیت میکنن به عنوان خانم هیچ وقت برخورد زننده یا حتی آزاردهنده ای از ایشون ندیدید. آقای جمشیدی که به عنوان یک سوپر استار دارن توی ایران فعالیت میکنن، اتفاقا باید حواسشون باشه که مورد توطئه و آزار آدم‌های دیگه قرار نگیرن، نه اینکه خودشون بخوان اونم به یه همچین شکلی بخواد یه همچین اتفاقاتی بیفته، چون به هر حال ایشون فن و علاقه‌مند و عاشق قطعا کم ندارن. چیزی که میدونم اینه که روز آخری که ایشون به دادگاه مراجعه کردن، ما همون روز ایشون آفیش بودن سر صحنه و به هر حال اگر که احتمال اینو میدادن که اون اتهامی که بهشون زدن ممکنه اتفاق این چنینی بیفته و بازداشت و اینا، اگر خودشون هم نمیدونستن قطعا وکلاشون بهشون میگفتن و ما منتظر ایشون بودیم که برگرده بیاد سر صحنه. پس طبیعتاً حالا اون ماجرا براشون غیر قابل حدس بوده یا حداقل وکلاشون با هیچ منطقی واقعا اصلا بذاریمش هم حتی اینکه یه آدمی چقدر پلید میتونه باشه اصلا اون بخشو بذاریم کنار، به هر حال یه آدم پلیدم از روند کاری ایشون مشخصه که آدم خنگ و بیهوشی نیست که بخواد خودشو توی همچین موقعیتی قرار بده، حتی اگر به هر دلیلی بخواد یه خباثتی انجام بده. واقعا چرا باید یه همچین حرکتی بکنه؟ فکر می‌کنم این چیزیه که خب واقعا خیلی بهش اشراف دارن. قبل از اینکه این پروژه اتفاقا شروع شه، ایشون به خاطر اینکه خانواده‌شون اونجا هستن و قرار بود برن به خانواده‌شون سر بزنن می‌خواستن برن. حتی من الان نمی‌دونم که قبلش رفتن یا الان رفتن یا می‌خوام برن و اصلا واقعا به عنوان یک آدم، نه به عنوان هیچ چیز دیگه ای، نه بازیگر، به عنوان یک کسی که از نزدیک باشون کار کرده به خصوص تو همین پروژه آخر و سعی کردم که اطلاعاتی که با چشم خودم، چه نسبت به خودم و چه نسبت به همکارام، چون به هر حال من 30 سال توی این حرفم و خواه ناخواه بعضی از آدم‌ها رو نگاه میکنم و تو بار اول خیلی چیزا دستگیرم میشه. متوجه نشدم که این آدم حتی بخواد با اون چیزی که بهش نسبت دادن حداقل باعث آزار کسی باشه. واقعا من اصلا نمیتونم باور کنم.